سلام دوستان. این اولین جمله‌ای بود که در کانال شنیدید. اولین جمله کل کانال. آره من مهیدی خدا من احساسی شدم. من نظرم اینه که اصلا در مورد کانال صحبت نکنیم. میشه نظرتو بکنی تو کونت؟ نظرتونه؟ نه میشه الان من یه بار داستانم تعریف کنم به خدا. بچه‌ها من خیلی دراما دارم تو زندگی. من همیشه واسه بچه‌ها اینا رو تعریف میکنم. حالا شما می‌خواید تعریف کن. نگاه کن. امروز رفته بودم تو کلاس. خب کلاس روز نرمال، همه چی نرمال، همه چی قشنگ و این چیز میذار. بعد من با این همکلاسم الان سال دوممه، یعنی اونقدر نمیشناسمشون. اونا زیر خود همدیگر رو یه 3 سال 4 سال میشناسن. بعد رفته بودم با یکی از دوستان نشستم و گفتش که وای نرگس الان تو اومدی توی موضوع قشنگ بد میشه. گفتم جان؟ میگه موضوع بد میشه، موضوع به بعدی کشیده میشه. جور من داری این حرفو میزنی؟ میگه آره نرگس تو خیلی چیزی بدجنسی این که حرفات یه جور خیلی تلخن. واقعیت داره، میدونیم واقعیت داره، ولی خیلی بد تو صورتمون بهمون میگی. یعنی اصلا نه شرم نه حیا میزنی تو صورتمون با حرفات. گفتم آقا یه لحظه من خیلی میگه که وای نرگس انقدر به ما حرفای بدی زدی که 3 روز نمیتونم به 3 روز بشنم و تعریف کنم تموم نمیشه. گفتم دروغ نگو دختر میزنم تو. میگه دروغ هم کجا بود؟ و گفتم خب یه 2 تا 3 تاشو به من بگو من کجام بده، کجام حرفای بدی زدم، چی شده اون چیز میذارم. میاد میگه که اون روز تو اومدی به من گفتی لباسای تو استایل ایرانیاست، بعد لباسای ما مثل بچه‌های 13 ساله است. گفتم تو به این میگی توهین؟ میگه توهین نیست چیه نرگس، تو به من گفتی بچه 13 ساله به عنوان که من الان 16 17 سالمه. گفتم بابا شوخی بود بیا پایین. به خدا قسم خیلی بدن قشنگ همه چی رو میگم. این اتریشی‌ها همه چی رو به خود میگیرن، هیچ اتفاقی نیفتاده سریع بچه ننن میشه بچه ننن. آره نکته رو بگم نرگس، حالا ما پسرا تا به فوش ناموس نرسه تموم نمیشه. بله این نکته که هست تو بگو کجا هستی نرگس، یه اصل از خودت بده، کسی که میبینه اصلا نمیفهمه تو کجایی. من نه بعد الان اونجا دارم کامپیوتر منیجمنت، فتوشاپ و میدین دیزاین میرم. بعد که بله خب ما ارتباطمون رو با خانم نرگس از دست دادیم. کارا جان شما اطلاعاتی راجع به خودتون که ممکنه برای بیننده جذاب باشه بدید. جان آیا سمکت کور شده نمیبینی؟ من دارم سلام. ببین عرضم به حضورت که صدات قطع و وصل میشه نرگس، و اصلا ما نفهمیدیم که گفتی اتریشی، ولی الان من میگم ایشون اتریشه. آره لابد 17 سالش هم هست. لابد چه جالب. آره ولی این بحث قشنگ انداخت وسط. از نظر منم همینه. از نظر من اگه تو به یه چک بزنی تو صورت طرف عقلش بیاد سر جاش، خب خیلی بهتر از اینه که 1 ساعت بشینی قربون صدقش بری تا یه چیزو بفهمه. منم خودم ایمان دارم به سریع فهمیدن با درد زیاد، به جای اینکه نمه بخواد وقت کشیشه که طرف یه چیزی رو بفهمه. یعنی اصلا این تو خصلتم هم هست، تو آذرمایا هست. نپ وسط حرفم نپر پارت میکنم. من غلط کردم. نپر عزیزم، صحبتم نپر. حالا جالب اینجاست که چرا همین بحث رو ادامه ندیم. خانم تارا ها، خب ارتباطمون با خانم تارا هم از دست رفت متاسفانه. سینا جان آقای دنیل شما توی وسط داستان من حرف زدید، فقط گفته باشم. من وسط داستان شما حرف زدم. نکته خیلی قشنگی گفت داستانتون. خب میزنه من تا آخر بگم بعد به نقطه هاش اشاره کنی؟ نه من الان سینا رو میوت میکنم تا شما راجع به نقطه های این اشاره کنید. وایسید سرور میوت. بفرمایید. جون داداش مرسی. خب کجا بودم؟ وای من نگاه و به ما میگه که تو حرفم نپر. آقا چرا دیفن کردی سینا؟ کی رو؟ من مخاطب
منو دیفن کرد الان دوباره اوکی کرد مخاطب واقعا تو رو من اون موسی که رفته روی من بله بفرمایید موس بذار حرف بزن بعد میخوایم هر چقدر به نقطه ها اشاره کنید که تا نمیدونم تا کل صبح خود صبح شاید این کار به من چی اصلا حالا خلاصه من تو صورتم این حرف زد من فکر میکنم اینا دارم با من شوخی میکنن یه چیز چرت و پرتی دارم میگم بابا خواهش میکنم من به این نازه من به این خوبی میگه نرگس خواهش میکنم تو خوب تو گوگلی موگولی یا برو کنار گفتم یا اول پس من چی کار کردم بمیرم از یه دختر دیگه هستش اونم مثل من حجابیه من مزون میپرسم میگم من اینقدر بدم که این داره تعریف میکنه میگه نرگس تو بد وای تو دست به قول خودمون تو دستای شیطون رو از پشت بستی رفتی یعنی چی بایی تو از همه بدا بدتری گفتم خواهش میکنم بس کن این چه حرفیه میگه که یادت میاد اون روز به من گفتی انقدر خودم رو بالا نگیرم اندازه پروفسورها خودم رو نگیرم اون روز دختره رو اعصاب هم رفت خب داشتیم منطقی باهاش حرف میزدیم میاد یهوی وسط بحث میگه که من نمیدونم به من همیشه ببین از این کسایی هستن که پوز میدن و که ببین کسی بهشون توجه خاصی نکرده بعد نیاز به این دارن که برن پوز بدن من فلانیم من بسالانم من اینم اونم مثل همون داشت حرف زد که خیلی رو اعصابم رفت اومده میگه که من رفته بودم تو کلاس بگیم دبستان خودمون راهنمایی دبستان ما الان دبیرستانیم به فارسی اینا به ایرانی اینا گفتن تو راهنمایی معلما به من گفتن که مغز من از همکلاسیام 3-4-5 سال بالاتر قشنگ من فهمیده تر از اونم من از اونا بیشتر میدونم کمتر نمیدونم من یه امتحان دادم کل خانواده من ماشاءالله انگار مثل پروفسوران آیکیوشون خیلی بالان من هوش و حواسم مثل یه زن پخته است وای که چقدر ببین خیلی کنترل کردم خودم و خیلی ببین کنترل کردم همچین حرفی ها زدم کنترل نمی کردم دیگه چی از دهنم می اومد بیرون بعد میگم که اصلا تو میدونی که تو هنوز نوجوانی تو میدونی که هنوز 16 سالت بیشتر نیست اگر کسی بیاد همچین حرفا رو بزنه بگم نه من که 17-18 سالمه بعد این حرفا رو بزنم تو این وسط دیگه داشتی که نوجوانی تو بگم به پخته شدن چی کار داری بشه یکم بچگی تو بکن مثل پروفسورها خودتو نگی به اون موقع به اونجا به اون جایگاه هم یه روز میرسی قصه نخور ولی فعلا الان واسه بازی کردن و شوخی و تا این چیز جدی نباش اونقدر یکم آروم باش یکم ساده باش یکم بچه باش نمیخواد انقدر همه چیز جدی بگیری وای که این چقدر بهش برخورده اینو من پارسال تو این زمان مثلا این ماه پارسالش یعنی 1 سال پیش امروز اینو اون وقت من بهش گفتم من یادم رفته بود مثلا تو مغزم نه و این دختره حفظ کرده بود حرفای منو خدایا جانم بالاخره هی داریم صدات میکنیم که صدات نمیاد بالاخره اوکی شدی چی داشتی میگفتی از اول اصلا هی یه ساعت هی داریم صدات میکنیم که صدات نمیاد چرا خیلی موضوع جالبیه که هر چیزی رو بذاری به وقتش برسه تارا صدات هست اصلا صدای من با تو نمیاد با دنی کامل من نمیدونم من صدای من چرا خراب کردی سناریو رو از آروم باشید اصلا انگار مثلا 3 تا استغفرالله چی آورد همینجا می‌خواستیم نرگس رو براتون گوش کن ببین یکی از اعضا صداش نیست من داستان نرگس رو شنیدم خب و اگه نشنیده بودم هم رکورد میشد بعدن لو میرفتی به هر صورت میدونم لو میرفتم ولی جالب میشد ولی به هر حال ریدی تارا صدات هست یه صدایی بده شاید هندزفریت خراب شد سینا رید آره من ریدم چه صدای تارا نمیاد سینا جان شما رید خب هست صدا الان الان هست مهدی جان میشه یه لحظه کلا میوت کن من بهت میگم که حرف بزن مرسی الان هست صدا آره الان صدا سلام ببین من بدبخت مظلوم یه نکته ای که هست اینه که نرگس حرف جالبی زد گفت که آقا بذار همون موقع که پروفسور شدی خفن شدی این قپی بازی ها رو در بیار و این بحث راحت گرفتن الان تو جمع خودمون هم همین مشکل هست من میگم آروم باش ولی مهدی اینجوری که بابا آروم باش بچه هیجان داره خب انرژی تخلیه نشده من کلا اینجوریم
یعنی سینا کلا نظر من کلا در قاطع عادی هم اینجوریه مثل من باش استرسی اینا ملو باش. تو هم یه موجودی هستی آقای سینا که همه چی به تو برات اهمیت نداره انقدر که دارم میبینم. اتفاقا داره ولی دارم سعی میکنم ملو باشم. من از درونم یک مذابم. ملو نه من کلا اینجوریم کلا. الان که صدای تاره من میخواستم این نکته رو بگم که پیرامون حرف نرگسه اینه که آقا این که ملت جون میکنن به یه جایگاهی برسن که بهش افتخار کنن واسه بقیه متغیره. یکی مثلا تو 16 سالگی پروژهش میتره که به یه جایی میرسه، یکی تو 21 سالگی، یکی رو 35 سالگی. این اشتباهه که بخوایم خودمون رو با بقیه مقایسه کنیم که آی فلانی چرا به فلان چیز رسید من نه. آقا شاید تو سال بعد نوبت توه. این که مقایسه کنیم خودمون رو زندگی دیگه اشتباهه. و این کسی که روبروی نرگس قرار گرفته بود داشت همین کارو میکرد. از نظر من وقتی یه صحبتی میشه راجبش تحلیل کنیم و نظراتمون هم بگیم خیلی جالبه. حالا نظر شما چیه آقای ادیب؟ نظر من اینه که حرف شما به شدت شرط و اشتباه بود. احسن. به نظر بنده نه اثبات کن که چرا. نه خب از نظر من ادیب یعنی که یه نفر توی 16 باشه نوبتی بچه‌ها الان نوبت ادیب دیگه. الان شما خانم تارا شما الو بله شما الان در رابطه با این مسئله چه نظری دارید؟ الان دنی گفت یه نفر مثلا داخل 16 سالگی ممکنه برای مثال یه مثلا بهتره که یه نفر تو 30 سالگی و من میگم که همچین چیزی چرت محضه. من قبول ندارم. نه ببین من اینو تجربهش کردم و دیدم به چشم خودم. خب بچه اومده باورتون نمیشه بچه 7 سالشه خب و همزمان جفتمون تو 2 تا استان اول شدیم. حالا من 18 سالمه اون موقع توی استان اول شدم، اون 7 سالشه توی استان اول شده. متوجه؟ و این امکانش نیست. ببین اتفاقا امکانش نیست یه نفر اصلا به جایی نرسه. آره نه امکانش نیست. میفهمی چرا؟ چون هر کس از نظر من با ذات و خلاقیت‌های متفاوت خلق میشه. حالا شاید اون فردی که 7 سالش بوده به قول تارا استعداد داشته همسان با 18 سالگی تارا که با هم رسیدن، ولی شاید تارا یه استعداد داشته باشه که اون یارو تا 60 سال هم خودشو پاره کنه نتونه برسه. پس آدما باید دنبال استعدادهایی که ذات در ریششون داره باشن تا موفق شن. پس نمیتونی مقایسه کنی چیزی که تو ذات تو نبوده که چرا من نشدم اون شد. ذاتت فرق داره. نظرتونه؟ خب ازم یه چیز دیگه هم بگم. ببین بس از انسان ها هستن که میخوان اون شکلی باشن ولی اون شکلی نیستن. اینو از کجا میتونی میفهمی؟ که از طرز حرف زدنش. اون کسی که پخته است یا اون چیزی میفهمه که اون نفر که تو هم سن و سال اونه نمیفهمه، هیچ وقت نشون که خودش میاد که ناخودآگاهی همیشه میاد، ولی نمیگه که ببین من این شکلم، ببین من این شکلم، ببین من این شکلی کردم، ببین طرز رفتار من با بقیه این شکلی ها، ببین من انقدر درسونم. اون لازم نیست در موردش حرف بزنه، اون اصلا نیاز نداره که به اینا حرف بزنه. بعضیا هستن میان واقعا در موردش هستن ببین من این شکلی اما ببین من اون شکلی درسم، من تجربه‌هاتم در این حد و در اون حد. اونا دیدن خودنمایی میکنن. این منو سوزوند اون موقع. من نه حسادتی بهش کردم که الان کسی بیاد بگه که وای نه اگه حسادت کردی خب بذار حداقل خب میگه اگه سنش پختهش خب شاید پخته بشه. نه به اون نبود. اون دیگه داشت زیاده روی میکرد واسه چجوری بگم لقمه بزرگتری از دهنش برمی داشت، جوری برمی داشت اصلا جا نمیشد. خیلی حرصم در آورد. خود همون اون موقع اون حرفو بهش زدم ولی انگار تا امروز یادش بود. میدونی نرگس یه نکته که هست اینه که آدما همیشه دنبال چیزی هستن که بهش افتخار کنن. یکی میره خواننده میشه تا تو چش بقیه بدرخشه، یکی میره این ور و همه دنبال اینن که یه چیزی بهش افتخار کنن. و زمانی که داشت با نمیدونم فرهیختگی سر اینو توضیح میداد تو اونجوری ریدی بهش، خب طبیعتا قهوه‌ای شد. طبیعتا والا اگه قهوه‌ای نه برای همین تو الان یادش مونده. ببین من اون موقع نگاه کن، من اون موقع بهتم گفته بودم من اون موقع اصلا نمیخواستم به کسی نشون بدم که چی بگم، من نمیخواستم با اون اصلا دوست باشم، نمیخواستم باشن اصلا صمیمی باشم. این چیزی از خودم دادم گفتم خب ببین من توی بحث شرکت کرده بودم، این نظر منم در مورد حرفات، این نظر من بود.
حالا نظر من خیلی باادبانه بود. اگه من نظر واقعیمو بهش میکردم و یه نصیحتم پشتش میذاشتم، اون دختره بیچاره بود. اون واقعا بعد دیگه فکر نکنم درست حسابی بعد فکر میگم. نرگس یه سوال جانم. جلوی چند نفر این حرکت رو انجام دادید؟ خب میگم که ببین جلوی کل کلاس من گفتم که این احساسات بازی رو خوشم نمیاد. فکر کن چقدر تو مغزم فرو رفته که ناخودآگاه بهشون نظرمو دادم، ولی نظر سردم و نظر چه بگم بدون دوستان نظری که به یه غریبه بدم، اصلا احساساتش واسم به یه ورم باشه. این بهت بگم اون شکلی من به اونا نظر دادم. شکایت داشتم من امروز از هر دختری که باهاش حرف زدم. من با پسر حرف نمیزنم خدا رو شکر. از هر دختر چرا با اون یه پسر حرف زدم ولی اون هم جنسگراست. ولی بزن کنار ما اینجا بی جنسیم. آره نه خب ببین با کلاس هم در مورد کلاس هم شما دوستامید، من اونا رو به عنوان دوستم نگاه نمی‌کنم. فقط واسه مدرسه ها تمام بشه دیگه باشون قطع رابطه. نکن با اونا تک تک از هر یکیشون پرسم. گفتم من انسان بده، من طرز حرف زدنم باهاتون بده یا که مثلا میگم توهین‌آمیزه بهتون بر میخوره، خیلی خشک و تلخم. نرگس خب چی بگیم؟ نرگس بگی نگیر یعنی چی بگی نگی؟ یا من چقدر مهربون بودم با شما خدا زده ها. بعد تو بیایی به من میگی من باهات بد بودم. یه نفس بگیر. ببین اگه من باهاتون بد بودم چی میگفتن؟ آقای سینا روی حرف خانم نرگس صحبت نکن. چشم. چی؟ نه داشت آرومم میگم. خیلی داشتم ترس میخورم زیادی. نه ولی بیش شوخی. اگه ببین جوری که من باهاشون حرف زدم خیلی یه جور کسی که مثلا بگم اگه همکارم بود، هم کلاسی من دیگه، خب تو پرایوت باشون کاری ندارم زیاد. اگه همکارم بود فقط توی مدرسه این هم دیگه میبینیم اون شکلی باشون برداشت کردم یا برخورد کردم. سوختن جلوی من فکر میکردم اینا از من خوششون نمیاد. یا وقتی که من حرف میزنم بعد یه دختره بود همیشه بهم میگه نرگس بس کن. من همیشه فکر می‌کردم چون که زیاد یا حرف میزدم یا که خوشش نمیاد من حرف بزنم بهم اینو میگفت. و گفتم نکنه تو به خاطر این به من میگفتی بس کن که داشتم بهت یکم نظر تلخمو بهت میگفتم. میگه دقیقاً به خاطر همین بود، داشت خیلی نظرتو بهم میگفتی، نظرت واسه من دردآمیز بود. حرفای تو رو من 3 روز مزه میکردم، قورت میدادم، درونش فکر میکردم رو اعصابم تاثیر میذاشت. نرگس گفتم اتفاقا چه بحث قشنگی کشیده وسط. خوشم میاد نرگس بحث میکشه وسط، من نکته میکشم بیرون. آقا در مورد این نکته الان من نظرم اینه که نظرم اینه که کلا راجع به این نکته دیگه صحبت کنیم. ببین حرف تأثیری که روش میذاره، به عنوان مثال من میگم خاک تو سرت ادیب، تو گاو بی‌خاصیتی. خب من ناراحت نمیشم چون تو اینو گفتی. آفرین. چون الان اینجا ادیب تأثیری نگرفت از صحبت من، ولی بس اینه که یه سری آدم اونجا اون بیرون هستن که با کوچکترین جمله بزرگترین اتفاق تو زندگیشون میفته. حالا نظرتون چیه؟ بعد اینجوری باشن، نباید اینجوری باشن؟ و در مجموع نظرتون هر کدومتون میخواین شروع کنین، کسی که دانشی داره راجع به این قضیه. منظورش چیه که کلا حرفا تاثیر میذارن یا تو کدوم سیتواسیونا تاثیر میذارن؟ آخرش گفتم دیگه، گفتم آیا به نظرتون اینجوری بودن یا نبودن خوبه؟ چرا؟ نه یه بار دوباره بپرس، من زیاد دنبالت نکردم. لطف کردی. داخل صحبتات برگشتی گفتی که چی؟ برگشتی گفتی که این حرفایی که من میزدم تأثیر میذاشت تا چند روز رو مغزمون. گفتم خب چرا باید اینجوری باشه؟ آدم باید کلا محدود کنه خودشو به اینکه هیچ تأثیری از بیرون روش نذاره، یا اگه بذاره بد نیست؟ چه آره چه نه، چراشو باید بگید. ببین نگاه کن، از یه طرف نمیتونی کل حرفایی که مردم بهت میزنن و به یه ورت بگیری، نمیشه اصلا. اشاره تو بعد نمیتونی کس بهت بگی ببین اخلاقت اینجا بده. چون امروز بچه به من گفتن، من ناراحت نشدم ولی ذهنمو درگیر کرد. گفتش نرگس تو با ما خیلی بد حرف میزنی، یا خیلی نمیگیم که
چیز رو راست نباشه، شخصیت تو واسه ما عوض کن. این از رو راستیت خوشمون میاد، قشنگ حرفتو به ما میزنی، نه خجالت میکشی، اعتماد به نفسشو داری. ولی بعضی اوقات خیلی تلخ میشه واسمون و تو انگار اهمیت نمیدی به احساسات ما. گفتم اوکی، این بشر از حرفای من ناراحت شد، پس حرفای من واسش ارزش دارن. حرف یه نفر که واسه ارزش داشته باشه بیشتر رو تاثیر میذاره تا اون یه نفر که اصلا یه غریبه بیاد بگه برو گم شو. یعنی متغیره بین آدما، متغیره که کدومشون بیشتر تاثیر میگم یه غریبه بیاد بگه برو گم شو تو ناراحت میشی، یا وقتی که یه دوستت بیاد بگه او گا برو گم شو اصلا نمیخوام ببینمت، از کدومش بیشتر ناراحت میشی؟ اون کسی که واسه ارزش داره و حرفاش هم واسه ارزش داره. پس من نمیتونم بگم که حرفای مردم رو به یه ور بگه، چون اونا میتونن چیزی رو تو میبینن که کسی دیگه بهت نمیگن و بهت میگم که ببین عزیزم اینجا غلطه، درستش کن. و یه کسی دیگه میاد یه چیز دیگه بهت میگه. حالا من نمیدونم ولی میگم خوبه که به حرف مردم گوش بدی، ولی نذار زیادی رو تاثیر بذاره. گوش بده. اگه شما نمیدانید که تاثیر گذاشتن یا نذاشتن خوب است یا خیر، اصلا چرا شروع کردید به نظر دادن؟ چون تاثیر گذاشتن 2 تا چیز داره. این که یه کسی که دوستت داشته باشه و یه حرفی واسط بذاره، اون تاثیر خیلی خوبه واسط. یه کسی که اصلا بدی تو میخواد، تو بعد نمیتونی ترشش بدی که اون الان خوبی من میخواد یا بدی منو میخواد. اون وقت رو میگم که نمیشه اصلا گفتش که تاثیر گذاشتن خوبه یا بده، چون بعد اون موقع نمیتونی بگی که خب این حرفشو ببین. یه جمله بهم گفت 2 تا کلمه‌شو برمی‌دارم میگم اوکی، اون یکی رو میندازم تو میگم نمیخوام. نمیتونی، یا ورش میداری یا ورش نمیداری. بخاطر نمیدونم که خوبه یا بده. خب آخه مشکل من اینه که کلن اصلا از نظر من حتی اگه سعی کنه خوبیشم انجام بده، از کجا معلوم که اون چیزی که تو ذهنش بوده واسه ما خوبه ما رو به راه بدی نکشه. به عنوان مثال کسی که استعداد نقاشی نداره، یکی میاد کنارش میگه که ببین تو عالی، تو نقاشیات فوق العاده است، واو این طرح رو نگاه، او اون طرح رو نگاه. خب شاید طرف فکر کنه واقعا یک عینی هست تو نقاشی کشیدن و شروع کنه به نقاشی بیشتر کشیدن و چون هیچ استعدادی و علاقه ای نداره تا آخر عمرش فقط رو حرف تو راه رفته باشه. پس اینجا میشه نقض حرف تو نرگس، چون که طرف اومده کار خوبی انجام بده ولی ریده تو زندگی طرف، چون استعداد نقاشی نداشته، اصلا رو توهم کشیده. آره. پس از نظر من خب کلا تاثیر گرفتن اشتباهه. نگاه کن ولی من نگفتم که فقط به یه نفر گوش بده، به حرفای مردم گوش بده، همه رو به یه ورد نگه، به حرفای مختلف گوش بده. الان مامان من بیاد به من میگه نرگس امروز با این لباست خوشگلی، آبجی میاد به میگه نرگس خوشگلی ولی یکم واسه بیرون زیادیه، دوستم میاد به من میگه نرگس عالی توش، بدنت قشنگ فلان مثلا. خب اون یکی دوستم میاد به میگه اون لباس تنه کیه؟ ببخشید اون لباس قرار تنه کی بره؟ چی؟ اون لباس قرار تنه کی بره که همه نظر میدن؟ انا نمیفهمم تنه من یا تنه چی داری میگی؟ دارم میگم اون لباسی که همه نظر میدادن تق 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 دار قرار تنه کی بره؟ خیلی ساده است که من بد میگم رو تنه من. خب تنه من میره ولی نه میدونم میخوای چی بگی، اجازه بده نگاه کن. پس نظر کی کلن مهمه راجع به اون چیزی که قرار پوشیده شه؟ مال من درسته، ولی مثلا اینجوری که میری پست میذاری خب کامنت ها رو هم نگاه میکنی، تاثیر نمیذاره تا اون چیزا رو، اون اکثر هم نمیاری پایین از اینستاگرامت مثلا بگیم نمیاری پایین، ولی اون کامنت ها رو میبینی، نظراشون رو میبینی، میخونی، یک کم هم در موردش فکر میکنی، دفعه بعد شاید یک کاری دیگه انجام بدی. میگم خب همینجا بعد مشکله که میذاری رو تاثیر بزنی، نمیذاری تاثیر بزنی، میخوای اون کاری که خودت فقط میخوای انجام بدی یا اون کاری که مردم ازت انتظار دارن. بعضی اوقات هم شاید اون چیزی که تو فقط تصمیم میگیری بعد واسه خودت باشه و بقیه انسانی که دارن زور میزنن بهت بگن که ببین نگاه با این لباس مثلا خیلی واسه من حجابی چه میگن که لباست خیلی کوتاه نرگس، من میگم من توش خوشگلم، من خوشم میاد، ولی اون یکی بهم میگه نرگس واسه اسلامت واسه دین و واسه این چیز میذاره دیدم زشته. نکن ادیب چی شد الان؟ ادیب چی شد؟ چی گفت؟ چی شد؟ الان وضعیت اسلامی شد. چیزی نشد. کلا اسم ادیان و منطق و معنویت رو نیار نرگس، کلا در مورد خودمون صحبت. ربطی به
هم ندارن این دوتا اصلا. حله بابا. بگیم که مامانم میگه نرگس این لباست کوتاهه، من میگم مامان خوشم میاد، میگه نرگس کوتاهه ولش کن بذارشون. من میگم من خوشگلم توش. حالا من به حرف مامانم گوش بدم یا به حرف خودم؟ من میگم من توش خوشگلم، من عالیم، من اعتماد به نفسمشو دارم. ولی خب مامانم اگه بعد خب میخواد یه نکته بگم نرگس، تو وقتی شروع به صحبت میکنی این انتهاش دیگه با خداست. بذار من نکته در بیارم که به مشکل برنخوره. خب بذار مشکل برنخوره. من یه نکته رو که بگم، من میگم اگه من دارم یه کلاه سرم میذارم، حالا هر چقدر که زشت باشه یا بد باشه نظر دیگران متفاوته. من هیچ وقت اینو نمیتونم بفهمم که چجوری یه نفر میتونه به تو بگه خوشگل شدی یا نه، چون اون یه دیدگاه داره. خب مثلا راجع به من اون یه نظر با یه دیدگاه و یک منطقه، هزاران تا دیدگاه وجود داره. پس چرا من نیام کاری که واقعا از نظر خودم رو انجام بدم که کسایی دورم جمع شن که واقعا با خودیم حال میکنن، یا تظاهر نشون بدم چیزی که از یک نظر یه نفر دیگه است که احتمال داره کسایی که دور من جمع شن با منطق اون که نظر داده تو اینو بپوشی یکی باشن. چرا خودم نباشم؟ اصلا میگم که به خودم گوش بدم و خودم. آفرین. و میگم حتی اگه اشتباهی هم به وجود اومد که باعث شکست شد یا باعث خرابی جریانی که داشتی میبردی جلو میشه تجربه. چرا؟ چون که یه آدم، من واقعا نمیفهمم اصلا، من دارم کم کم به این نتیجه میرسم که نظر هیچ کس مهم نیست، فقط کاری که خودم دوست دارم اون میکنم. ببین نظر همه مهم نیست، این درست، ولی تو نمیتونی فقط بگی کار من درسته. اگه این شکلی باشه بذار من واسه یه چیز میگم. منطق واسه کسی که مغزش مشکله، روانیه، ولی نمیفهمه روانیه، به نظر خودش عالیه، پرفکت، مغزش درست کار میکنه، میره قتل انجام میده. بگیم الان بدترین چیزا رو مثال واسط میزدم، کمترشو بلد نیستم. میره قتل انجام میده، میگه که من اون نفر رو کشتم. چرا؟ چون اون روز به اون بچه دست بلند کرد. خوشم نمیاد چرا بچه مظلوم دست بلند کرد، من تو رو کشتم. خب مردم بهش میگن که اصلا غلط کردی، اشتباه کردی، اون بچه فردا یادت این حرفت اینجا نمیخونه. این حرفت اینجا نمیخونه. میفهمی چرا میگم نمیخونه؟ خب بگو ببینم. علت این که میگم این حرفت به اینجا نمیخونه اینه که تو داری یک عملکرد ظالمانه رو با منطق حساب میکنی. همه تو ذهنشون میدونن کشتن یه بچه بده، مگر اینکه طرف دیوونه و سایکو باشه. خب حالا هستن میگن که نه کارم درست بود. نه کی میگه کارم درست؟ کی میگه کشتن یه کودک درسته؟ کی؟ ببین این کسایی که قتل کردن نه اصلا هیچ وقت نمیگم، میگن که خوب کاری کردم. اگه بیرون اومدن من همینو مشکل دارم. آقا این اصلا مثاله. آقا مثال درستی نیست. آقا مثلا من میگم شما مثالی من در مورد من یه مثال درست بزنم. بفهم بزن. راجع به همون ساختمونه. ببین بنده دارم یک ساختمون میسازم که بدون فونداسیون میخوام برم بالا. خب و این اشتباه ساختمون میزه بدبخت میشم. خب بعد دنی که غریبه است میاد به من میگه که بابا این فونداسیون لعنتی رو بذار. خب من میگم اینجوری دوست دارم. خب میشه بفهم فونداسیون چیه؟ توضیح بده واسه من. یه چیزیه که نباشه خوب نیست. نباشه ساختمون میریزه. حالا اینجا رو گوش کن. من نکن مثالی که شما زدین هر دوتاشون اشتباهست تو حرفی که من زدم. چرا؟ حالا گوش کن. مثالی که داره مهدی ادیب میزنه در مورد یک کار تیمیه، یک کار گروهیه. اگه یک اجزا از یک اجزای دیگه مجزا باشه کار جلو نمیره و کار به سرانجام نمیرسه. این یک کار تیمیه. من ذات و نوع پوشش رو داشتم مثال میزدم و اون مثالی که نرگس زد در مورد کشته شدن فردی بود. خب همه میدونن، حتی اون قاتل هم تو بگیری اگه مشکل روانی نداشته باشه داریم منطقی بحث میکنیم دیگه، با منطق. کسی که روانیه که منطق نداره. اگه منطق داشته باشه میدونه کارش اشتباهه، میدونه اینجا زندانه، میدونه من الان داخل زندانم و این کار اشتباه بود، ولی بنا به دلایل و خواسته‌های انجام داده. و مثالی که من زدم اینه که کسی راجع به زندگی تو نباید تصمیم بگیره و نظراتش نباید اینقدر رو تو پیچیده باشه. به عنوان مثال تو مثال قبلی باز نرگس که یه داستان بود که طرف حرفاش روش تأثیر میذاشت، چقدر مثال شد. طرف داشت حرفای نرگس روش تأثیر میذاشت، ولی اگه آدم محکمی بود و عزت نفس قوی داشت میگفت آقا هر چی میگه بگه، من این کارو باز انجام میدم. چرا؟ چون رو پاهای خودمم، میدونی. ولی اون کسی که میاد به تو نظرشو تحمیل میکنه و یک جورایی این حرکتو میزنه، از ضعف تو استفاده میکنه و میاد حرفی میزنه که بفهم.
همیش اوکی. نه نمیخواستم، اگه ادامه میخوای بدی بده. و اون حرفی که میزنه باعث میشه که تو به خودت شک کنی. به عنوان مثال یه دختری یه لباس میپوشه میاد جلوی تو میگه قشنگ شده، خب تو طبیعتاً بهش میگی آره، طبیعتاً بهش میگی آره، مگر اینکه نقص کنی کارشو. ولی شاید 10 نفر که بیرون با همون لباس میبیننشو خوششون بیاد، آقا اصلا شاید یه موقعیت خیلی قشنگم براش ایجاد شه با همون لباس. تو چجوری با منطق نیم چه فهمت میخوای یه چیزی رو یاد طرف بدی که احتمال داره از 10 تا نظر دیگه متفاوت باشه؟ این سوال منه. میفهمم درکت میکنم. اوکی ببین حرف درسته، آدم نباید بذاره کسی توی زندگی شخصیش نظر بده. دیسلایک. ولی من یه سوال دیگه ازت میپرسم، بدون نظر میتونی زندگی بکنی؟ بدون نظر میتونی واقعا خیلی بدون تجربه است که نمیتونی نظر کنی. اگه نظر داره تجربه باشه خیلی خوبه. خب مثلا میدونی دنی منظورش گوش بده. نه که اشتباهات من بهت میگم، فکر کن مثلا الان یه کس تو داری واسه آینده، خب بگیم زندگی شخصی هم تو همون شغل و این چیز نظام هستش، ببین میخوای بری الان من خودم مثلا میخوام برم جراحی بخونم، بعد حالا مثلا بگیم خالم یا یکی از خانواده‌ام خاندانم میاد بهم میگه عزیزم میدونم، ببین این تازه اتفاق افتاد، یکی از خانواده‌مون نبود بعد یکی از آشناهامون بود، ما به من گفت نه میدونم میخوای چیز بخونی، این پزشکی و جراحی و این چیز میذار، ولی اینجوری که من تو رو میبینم خیلی مثلا میتونی از حرف خودت دفاع کنی، تا که مثلا حرف تو حرف نشه جا نمیزنی، قشنگ پشت حرفت وای میسی، اگه یه بار حرف زدی پشتش هم هستی. این خاصیت خیلی خوبیه. برو وکیلی رو بخون، برو مثلا توی دادگاه و برو توی این چیز میزا درس بخون، برو اونجاها کار انجام بده. آره برو اونجا. من نشستم به دمار فکر کردم، مثلا از مامانم نظر خواستم، گفتم مامان اون روز مرده یا اون خانمه به من این حرف زد، نظر تو در مورد حرفش چی بود؟ من بهش گوش بدم در موردش فکر کنم یا بگم آقا خب نظر دادی خب چیکار کنم، نظر تو بود ولی من بازم ادامه میدم. اونم گفت هرچی که میخوای، ولی به اینم فکر کن که اون فقط از طرز دیدگاه خودش واسه طرز دیدگاه خودش بهت اینو گفت، ولی از طرز دیدگاه تو این چیزا خوبی، شاید اون بدونه که مثلا میتونی خوب بحث کنی اون چیز میزا، ولی تو میدونی که میخوای اون کارو بکنی یا تو اون کارم خوبی، که به خودت ربط داری، میخوای ورش داری میخوای ورش نداری. من چی میگم؟ گفتم خب اینو تا اینجا گفتم. مامانت گوش کن، اصلا نکته همینجاست. اصلا مامانت الان قشنگترین صحبتو کرده. اصلا مهم نیست تو اونا چی میگن یا آینده چیه یا حتی چی پول سازه، مهم اینه که چی حال تو خوب میکنه. هیچ کس تو هیچ جای زندگی نه مهمتر از خودته، نه بعد واسه کسی بیشتر وقت بذاری جز خودت، نه نظر دیگران جز خودت مهمه. خب آقا موافقم با حرفت آقای دنی، ولی تو میدونی چی میگی؟ بفهم. با اجازه ببین شما میگی کل حرف من به نظر من کاملا با تو موافقم که میگی اصلا نباید به حرف مردم با دنی کاملا نه، حالا گوش کن، نباید به حرف دنی مثلا به حرف مردم مثلا خیلی چیز باشیم، منظورش از دنی ولی ویو از سینا منظورشه مردم آره سینا دنی، ولی میتونی خودت کار خودتو بری انجام بدی، شکست بخوری مثل گاو بیفتی تو گل مثل خر و بگی آره تجربه شد. خب اینو من قبول ندارم. بالاخره 10% الان میرسی به 7 دقیقه پیش من مطمئن که گفتم نظرات با تجربه خوبه، ولی این نظرات تجربه نیست، اینا سلیقه‌ای که ما بحث میکنیم عزیز من. ما داریم در مورد نظرات سلیقه‌ای من فکر میکنم یه سال دیگه مثلا این ویدیو رو قرار ببینی بگی وای من چقدر خر بودم. این دقیقاً حرفی که خودت به خودت قبول دارم، چون اگه ویدیو رو بچه‌ها برگردونن عقب، من گفتم نظراتی که با تجربه باشه خوبه، ولی بحث سلیقه است. مثلا این میگه رنگ قرمز، یعنی یه چیزی دنی کیه کونکش، هی من میام بابا تو سینا دنی آقا راستی الان خدا زده دهن من رو باز کنه. میمونه یه بار گفتم سینام دیگه،
بعدش هم نگاه کن اینجا رو داشته باش، من میگم هیچ کس نظرش مهمتر از خودت نیست، چون که الان بحث ما راجع به سلایقه. مثلا طرف میگه آقا قرمز نه آبی، حالا دلیل میشه که نه قرمز نه آبی. اون که تمام. خب اون که آره 100% اگه بذار من اینجوری بگم، اگه به سلیقه، بذار جمعش کنیم دیگه، اگه به سلیقه باشه نظر مردم به یه ورد باید باشه، واقعا هم باید به یه ورد باشه. چون من جوری که امروز لباس میپوشم، رفتم تو بهتون گفتم من استایل ایرانی دارم، تو کلاس من تکم، تنها کسی که شلی لباس میپوشه و انقدر دراز و انقدر با دور همی اون چیز میزه تنها منم. خیلی من اینو اذیت میکرد تا وقتی که مامانم من گفتش خیلی هم خوشگله، تا که بچه‌ها دیگه گفتن عالیه. من در موردشم نخواستم که روم تاثیر بذاره، بعد در موردش بگم گفتم خب اوکی این نظر اونه. یکی از بچه‌ها دیگه به من گفتن چرا هر روز این لباسو میپوشی، چرا هر روز از این تیپا میزنی، نمیتونی یه لیو یه پولیس بپوشی، از این چیزا نداری، نمیخوای بپوشی. من میدونم من اینه، به خدا گفتم این استایل من از این لباسا خوشم میاد، همینم میخوام بپوشم. آفرین. رسیدم 10 نفر یه جور دیگه فکر کردن، 10 نفر یه جور دیگه کاملا فکر کردن. پس اونجا بود که من فهمیدم گفتم آقا همتون به یه ور قشنگم، نمیخوام مثلا به حرفتون گوش بکنم. نظر در مورد لباسای من دارید برید به خودتون بگید، با من به من نگید، من حوصله‌تون رو ندارم. نظر من تو سلایق هیچ کس اصلا کسی که غلط میکنه داشت تو گو میخوری راجع به من نظر گو میخوره واقعا. چرا؟ چون نگاه کن مثلا من دوست دارم خوانندگی رو، خب دوست دارم این قضیه رو ببرم جلوتر، دوست دارم ببرم بالاتر. حالا یکی میاد بگه نه غمگین نخون شاد بخون، نگاه سلیقه‌ای، نمیگم ابیخ نخون، نگاه کن برو یه کار دیگه، نه سلیقه‌ای، غمگین نخون شاد بخون. خب حالا شاید اگه همون موقع من غمگین کار کنم، یه هفته بعد که موزیکم میاد بیرون، شاید کل دنیا بهتره که اون آهنگ، ولی سر خریت خودم که گوش دادم به این و شاد کار کردم، اون ترک هیچ وقت ساخته و پرداخته بهش نشد. برعکسش هم هست، ولی برعکسش هم هست. دقیقاً برعکسش هم هست. پس نباید اصلا مهم باشه. میفهمی چرا؟ چون که اگه مثلا من از حس خودم یه چیزی رو برم بیرون و اون حس خودم خیلی بهتر از نظر دیگران، تو تا صبحم بهم بگی مهدی، تو تا صبحم به من بگو این راه نه این راه، من حسم به این راست، از پیچش این راه خوشم میاد و این راه رو میرم و زمانی که این راه رو رفتم، حداقل اگه شکست خوندم تو اون شکست و اون تجربه تو ادراک من بوده. وقتی که یه بچه تا حالا دستش نخورده به چای داغ، تو تا صبح بهش بگو حرارت چیه نمیفهمه، ولی زمانی که خودش بخوره تو ادراکش ذخیره میشه. و مشکل نصف جوانای ما همینه، هیچی از کار نمیدونن، هیچی از آینده نمیدونن و فقط با نظرات دیگران استرس میگیرن. آقا یه نگاه به خودت بنداز، یه نگاه به علایقت بنداز دیگه، یه نظر هیچ کس مهم نیست. برو بمیر اصلا تو اون را، برو بمیر. خب پس خدا رو شکر سر یک بحثی، البته غیر از اون فقط سلایق و اینجور چیزایی که حالت خوب میکنه، به یک نتیجه‌ای رسیدیم. نتیجه بحثمون اینه که اصلا آفرین به قول استاد پیشرو بچه‌ها که هرچی میگه بچه‌های شاید زیر 18 سال میخوان اینا رو گوش بدن. نبینید بچه‌ای که زیر، من خودم زیر 18 ام، شما هم زیر 18 اید. خب دیگه نبیت خانم گو نخور. وای نه الان دیدی چه اتفاقی افتاد؟ الان مهدی ادیب یک نظر داد به نرگس. آقا چرا امروز چرا اینقدر همین از 18 به بالام، پس توی حاج آقا نمیخواد که زیر 18 سالته با من حرف بزن. من توی ریل میفتم بس پاپی بده جانم. فقط یه ویدیوه، آروم باش. آره یه ویدیویی که قراره لایکش کنن، درسته دنی؟ راحت باش. آقا یه لحظه این ویدیو رو قراره لایک کنن. میگم فشار نخور سر حرفای مهدی صرفا یک میمونه، این ور میخزه اون ور میخزه، از بالا میره، از میمون خودتی و اون خودت. آها سلام تارا. بچه‌ها من تارا هستم بهتون. سلام. سلام تارا. در مورد یه سری چیزا بحث کردیم که خیلی جالب نظرتو هم بشنویم. به نظر شما نظر دیگران باید تأثیری بر زندگی شما بذارد یا نه؟ چرا؟ نه بر سبک زندگی. چرا؟ گفتی چون مهم نیست. آفرین. این بحثی بود که این دوتا منو پاره کردن که باید باشه و تاشم نرسیدم. نه من هنوزم به تو نه من به این نرسیدم. گوش بده. ما فکر کردیم تو در مورد نظرات مثلا لباس و زندگی نمیگی، کلا نظرات در کل میگی. چون خودت هم گفتی نظرات مثلا با نظر با چی بود اسمش، با تجربه، اونا فرق میکنن، به اونا باید
یکم حداقل توجه کرد. اون نظرهایی که فقط از علاقه میان بی رفتن، با اون که ما از همون اول هم موافق بودیم، ولی اون نظرهای با تجربه رو یه نکته هم دیگه هم بگم، یه نکته دیگه هم بگم بعد برم. نکن یه نکته هست خونم نمیشه بری بعد بگی. اگه برم صدا نمیاد. حالا گوش کن ببین نگاه کن، برو برای ویو برام اینقدر برو بیا کردین یادم رفت. حالا بشین چغون در بکن درک. خب دوستان ما ویدیو بهتر آقا بذار اینو بگم، خدا نگهدار. بذار من این نکته رو بگم. گاهی وقتا خب یه کسی سعی میکنه بیاد یه چیزی رو به شما انتقال بده. مثلا اگه یه نفر مشکل اضافه وزن داره، خب تو همون نظر دیگر رو میگم که میگم مهم نیست، بیاد کنارش بگه که هو چاقالو، هو تو شبیه خاوری، گوست فند فقط میخوری. به نظر تو اونی که تو اون حالت چاقی یا تو اون لایه چاقی چی با خودش فکر میکنه؟ دو حالت داره. ناراحت میشه، افسردگی میگیره. آفرین، ناراحت میشه، افسردگی میگیره و به ازن بیشتر میخوره، بیشتر چاق میشه. باور کن. خب دو حالت داره. نه نابود میکنه. واسه همین میگم دو حالت داره، یا که ناامید میشه به فنا میره، یا که عزمشو جزم میکنه و میگه من باید لاغر شم. تو مورد اولی که میگه که ناامید میشه، بعد بگم شاید 90% مردم دنیا اینجوریشن، کوچکترین حرف شما بزرگترین تاثیر رو بذاره و نابود شن. ولی توی بحث دومی خب خیلی تعداد کمی داریم که بخوان بگن چون فلانی به من گفته چاق من باید لاغر شم. بفرمایید. من دقیقاً خیلی زیبا گفتی. من اینجوری هم که هر چقدر برینن بهم جان دست یه سومی هم هست. آره بگو. این که طرف بگه بفرمایید به تو چوکار کن. خب اون دیگه اون که قبول میشه همون راحت ازش میگه. بابا من دارم زر میزنم. نمیخواد بگو، نمیخواد تو بگو. اوکی بگو من بگم. نیا کن چیزه بحث الان چاقی من نیستش، ولی اینکه اخلاقم چه شکله. مگه تو چاقی؟ بچه‌ها به من اومدن مثلا مگه تو چاقی؟ چاقی من نیست، اخلاقمه. گفتم بحث چاقی من نیست، اخلاقمه. ما گفتیم تو چاقی. خدا. پس نرگس تو چاقی. پس چاقه بچه‌ها، نرگس چاقه. تو هم اخلاق اتریشیا رو گرفتی به خودت میگیری حرفا. نرگس جانم اخلاق اتریشیا رو نگی، ایرانی بمون. بابا اخلاق اتریشیا مثل بچه ننهان بهش ببین صادقانه ببین صادقانم نبودم، دروغم نستش باش قاطی کردم، دروغگو شدم جلوشون نستش. ببین 10%ش دروغ بود، 40% فقط چیز من بود، نظر من بود، نظر صاف من بود. سوختن از پارسال تا امروز واسه من نگه داشتن کیمیایی هست. اومد منو پاره کرد. خب من بچه‌ها یه چیزی از خیلی وقت میخوام بگم. من احساس میکنم چشای نرگس خیلی ریزه. چه؟ بذار دقت کنم. چشای نرگس خیلی ریزه، خیلی کوچولوئه، قد تیل است. شاید آفتاب تو چشش بوده. من کوچولوئه. آره از بابام به ارث بردم. برو به بابام بگو. مامانم بزرگه. دعوت می‌کنیم از بابا. من از اون کرشمای چیزیه سایرن آیز. از این ناراحت نیستی که چشات اینقدر ریزه؟ نه میدونی چقدر باهاش میتونم آرایش بکنم، میدونی چقدر خوشگلش میتونم بکنم. خب دوستان همینجا صبر کنید. همه چه اتفاقی افتاد؟ من از عمد اومدم یک نظر سلیقانه راجع به چشمای نرگس دادم و چه برخوردی کرد. گفت آره همینه که اصلا نگاه قشنگ پذیرفت و هیچ تأثیر بدی نگرفت. خوبه. خب این یعنی چی؟ یعنی که ایشون تونست از این آزمونی که من حمله میکنم به یک چیزی که منفی بیان میشه سربلند بره بیرون. ولی خیلی ها اینطوری نیستن، خیلی ها پدرشون در میاد، خیلی صبح تا شب گریه میکنن سر حرفایی که بهشون میزنیم و این بده. و من داشتم اینو میگفتم. منم داشتم اینو میگفتم که من هر وقت میرینن بهم بیشتر رشد میکنم، حس میکنم مثلا سر هر چیزی، مگر اینکه مثلا خیلی غیر منطقی باشه. یعنی مثلا میخوای ثابت کنی این حرف شما درست نبوده، میخوای بگی من میتونم. آره. آها. خب تو دوست آره خودم هم خجالت میکشم. تو دسته کمی هستی که خیلی خوبه اینجوری. خودم هم اون لحظه خجالت میکشم. ولی خب درستش میکنم. نگاه کن هر وقت مثلا بس از بچه‌ها چه شاید بهتون بگم مثال درست حساب بزنم. حالا بگیم همین چشام بزنم مثال. خب
پارسال بچه ها زیادی به من میگفتن مثلا چشات چقدر کوچولوه مثل فلانی مثل چیزای دیگه مال یاپان و این چیز میذاشت. گفتم واقعا چه بد. اون وقت نمیدونم چرا انقدر سری به حرفاشون چیز میذاشتم. امسال میدونی مثلا الان خب درست‌تر چیز میرم با تیپ درست‌تر میرم قشنگ میسوزونم اونا رو. میبینم که نرگس چقدر چشاتو خوشگل کردی امروز، چقدر چشات ببین قبلا کوچیک بوده ولی الان چقدر خوشگل شد. گفتم واقعا مرسی. میام میرم اصلا یه ورم نگاهشو نمیکنم. بعد میگم که ببین نرگس تیپت امسال خوب شده ها، پارسال فقط داشتی فقط یه چیز میگم. گفتم واقعا خب چی بگم دیگه که رد میشم اصلا به یه ورم یا از این میسوزن یا دارن بعد میان که مثلا کامنت بد میندازن. بعد میگن که نرگس ببین ببین این مانتو تو یه جوریه، ببین نمیدونم یه جور نخش یه جوری یه پارچش یه جوری. گفتم خب که چی من از نخش خوشم میاد ببین پارچش خیلی هم قشنگه. چون که مثال اولتون با مثال دومتون یکیه پس تأثیری نداره دیگه. همون مثال اول تو گرفتیم ترمز دستی حرفاتو هر حرف میزنید اصلا هر وقت حرف میزنی من به خودم میگم تمومی ندارد بدان و آگاه باش که نباید حرفی رو تأثیر بذاره. درسته؟ آفرین. بله الان زیر همین ویدیو اگه کامنت بدن اصلا مهم نیست که زشتی اصلا مهم نیست که دنی خیلی احمقی اصلا بدن که تارا خیلی تارا که جرئت ندارم چیزی بگم. بله دیگه هیچ خب دیگه نگرانش نباش. من میدونم میخوای چی بگی ولی نگرانش نباش. آره میدونم زیاد میدونم نگران نباش. واقعا بدبخت میشم تو ولش کن. دیدی چه جوری خوندم اصلا بهش فکر نکن. اونو قرار بود ادیت اصلا ولش کن. خب میخوام همینو بگم از نظر من پس نظر هیچ کس مهم نیست. اصلا من احساس میکنم ما خودمونیم که ارزش میدیم یه نفر چقدر نظرش تو زندگیمون مهم باشه. آره دیگه همین مشکله. الان بحث من میگیره جدیدن بازی کن میده تارا چه؟ من حالا این بازی کن به یه حدی رسیدم خب که حتی مامانم داره میگه اینجوری هم که باشه تارا ولی کار خودم شاید بشنوه گفتی دیگه ولی خب بشنوه ولی من اینو نمیتونم درست کنم واقعا. اگه خانواده‌م اینو بهم بگن اینو نتونستم درست کنن واقعا. تاثیرپذیری زیاد تاراش قشنگ میگفت خب نمیفهمم داری در مورد چی حرف میزنی چقدر تو همین تقصیر ادیبه. من تقصیر ادیب 2 ساعت دارم گوش میدم تارا چی میگه مهدی میگه توی مامانم داد نزنید آقا چقدر دارید توی این ویدیو میرید به من. خب چون وسط حرف میپری وسط حرف نپر. تارا داشتی میگفتی خب واسه حرفشو ادامه بده. اکال من حرفم تموم نشده بود ادیب پرید گاف. بذار تارا حرفشو ادامه بده تارا. آقای ادیب من با شما بعدن کار دارم. پاره جیگر پاره فاتحه بخونم تو رو خدا یادش نره یادش بره جیب بکشم. داشتم میگفتم که کلا الان به یه حدی رسیدم که حتی مامانم هم میگه مثلا چرا داری این کار میکنی این کارو بکن اون کار نکن. اصلا من مهم نیست یعنی اینجوری هم که میشه نظر ندین. بعد واقعا خیلی حس خوبیه بچه‌ها واقعا اعتماد به نفس خیلی زیادی میخوادین اتفاق این کار. حالا منظرتون چجوری به این اعتماد به نفس برسیم؟ چجوری نظر دیگران مثلا آقا چجوری نظر دیگران برای اون مهم نباشه میشه تایتل یا نظر دیگران مهم هست یا نه چرا؟ ولی از نظر من خب برای اینکه نظر دیگران واسهتون مهم نباشه باید خیلی سختی بکشید. بعد شاید چک و لغت بخورید، بعد شاید توهین بشنوید بهتون، ولی اینو بدونید که حتی اگه کارتون اشتباهه زنده باد اشتباه بد من. زنده بود اشتباه خوب من اشتباه خوب گفتم حتی اگه بد باشه اشتباهتون هولی شت اولش گفتم نه این خوب این خودش اشتباهه پس کارت خوبه. میشه از نظر منم بهتون بگم میرسیم بهت. ولی یه نکته که هست اینه که از نظر پلیس دوست بده، از نظر دوست پلیس بده. خب پلیس بده ولی از نظر مردم دزد بده. ولی از و دوست نمیتونی اینجا نظر بده ما پلیس بده. از نظر ما فاک نه دوستی نه باید اینا رو بگیم.
خب داداش نه دیمانیتایز چیه میگیرنت. عجب. میخواین من از حرف اتریش این ویدیو رو آپدیت چیز کنم بندازم بالا که شما رو اگه نگیرم؟ قول بدی آپدیت کنی باش. نه چی شد؟ آپدیت. خب اول حالا من یه چیز گفتم بندازمش بالا. بندازیش بالا میشه بندازیش چی بندازی بالا؟ بابا چی میگی؟ نه من میندازمش بالا. میفهمید چی میگی؟ شما میفهمید چی آقا میگه؟ یه چیز پایین بهتون بگم. ولش یه کن. چی بهتون بگم. ویدیو یه رو چی من بهتون آپلود بگم. کنم. جان بگو. آپلود بگو. کن. تو آره. بگو همش تو بگو. بیا. آره. عباسی. نگاه کن. ما کلاس اول بودیم تو همین مدرسه‌مون بود. وای بعد من با یه بدبخت شدیم. بچه‌های دیگه بودم. وای گوش نه فقط یه چیز کوتاه. بعد معلممون ما در مورد این داشتیم حرف زدیم که با چشای با رفتار انسانا کنار بیایم، چشای رفتارشون رو ببینیم، مثلا رفتارشون چه شکله کلا بفهمیم اون چیز میذارم. کلاس چندم؟ کلاس اول همین مدرسه بود. من کلاس سومم، یعنی 2 سال پیش. بعد معلممون خیلی معلم خوبی داشتیم، گفتش که بیاین جوری راه بریم مثلا انگار که شما مدلید و اینجا مثلا راه خودتونه، یعنی خودتون رو نشون بدید با لباس که امروز پوشیدید خودتون رو نشون بدید. بعد آخر هر کس هر جور که دلش خواست رفت، آخرش هر چیزی که دلش میخواد انجام داد و فلان و بسطن، همه نشستن. معلم آخر گفتش چی فهمیدید از این کار؟ هیچ چیز خاصی نگفت و آخرش گفتش میبینید به این نیستش که شما چه لباسی پوشیدید یا چه چهره‌ای دارید یا چه جور بدنی دارید، چه شکلی نشون میدید اون مهمتره. تو میتونی لاغرترین خوشگلترین زن باشی ولی بدون اعتماد به نفس بری رو اون چیز استیج حالا هر چی که هستش، مردم مثلا جذابیت تو حس نمیکنن، اصلا نمیگن که تو چیز، اصلا اون خوشگلی که داری رو انگار پنهون میکنی. خدای فارسی انگار که داری چیزش میکنیم، پنهانش میکنی، خفه. ولی بعد میتونه مثلا یه کس دیگه که مثلا اونقدر قیافه درست حسابی نداره، اونقدر لباساش مارکدار این چیزا نیست، با یه اعتماد به نفسی را بره آدم میکنه این از کدوم مغازه خریدی عزیزم، از کجایی، چه خبر، داف جونم بیا اینجا. اتفاقا منم تو شعر به این نتیجه رسیده بودم. مثلا تو حرفش نبر. نه نفریدم. تموم شد. بینکو من به این تموم رسیده شد. بودم. آخه این حرفش دقیقاً این حرفی که زد قشنگ زندگی منه. میفهمی چرا؟ چون که من به نتیجه رسیده بودم که اصلا مهم نیست چی مینویسی تو آهنگ، مهم اینه که چی جوری میخونیش. آره اینو به من گفتی، چقدر جالب. وای یه نکته جالب هست بهتون بگم. چقدر جالب. چیزی که خوشم میاد من همه مثالام موسیقیاییه. ما توی اجرا برای تک نوازی ساز که وقتی میرفتیم روی صحنه که اجرا کنیم، باورتون میشه یه لحظه باشم اینجوری بود که فقط به، یعنی وقتی که ما میرفتیم باید به نوع ساز دست گرفتنمون و نوع شروع کردنمون امتیاز میدادن. یعنی اینجوری بود که اگر یه ذره استرس داشتیم یا اشتباه میشستیم یا مثلا اون اعتماد به نفس، اون جدی بودن رو نداشتیم، کلا ردمون میکردن و اصلا نمیذاشتن ما ساز بزنیم. این اتفاق واسه منم افتاد، ولی داخل میوه فروشی. میفهمی چه اتفاق افتاد؟ طرف اومد گفت که میفهمی من چرا انقدر کارم گرفته، تو همین صنعت تو هم بودم تو میوه فروشی. گفتم چطور؟ گفت این 4 تا گوجه شاید 500 گرم نشه، تو قیمتش شاید 7000 تومان بشه، مثلا این 4 تا گوجه رو بفروشی 7000 تومان گیرت بیاد. من اومدم همین 4 تا رو داخل یه جلد قشنگ کردم، دورش رو یک نوار پیچیدم، یک محصول خودم رو راه انداختم، به جای 7000 تومان فروختم 18000 تومان 4 تا گوجه رو. و اینجوری شد. یعنی الان همین دقیقاً همین بحثه. اصلا مهم نیست شما چیو میخوای ارائه بدی، بس اینه که چه جوری میخوای ارائه بدی. شاید واسه همینه که اول ویدیو اصلا خیلی بحث داشتیم با هم دیگه. یه چیزی مثل تامنیلای یوتیوب، تو مثلا میخوای ویدیو ببینی، محتواش هر کدوم قشنگ‌تر بود انتخاب میکنی، ناخودآگاه ها خودت نمیگی این قشنگ‌تر رو انتخاب میکنی. تو درونشو ندیدی که از بین ویدیو، ولی اون تامنیلشو که میبینی، اون عکس اولشو میبینی که روی یوتیوب گذاشته، میگی برو اصلا دقیقاً عجب چیزیه. آره اینقدر نمیشه میزنی روش. برو تمام. پس نکن این خیلی مهمه که این مهمه که تو چی نشون میدی، نه که چی داری. به عنوان مثال شاید تو بدنت پر ککومک باشه، اصلا شاید گال داشته باشی، کسی باشه، ولی وقتی که یک لباس میپوشی که همه اونا رو میپوشونه،
این مهمه که چجوری نشون میدی، یا حتی اگه تو لباس باشی بدترین تیپ هم داشته باشی چجوری رفتار کنی مهمه. مثلا من از یک خوش اندام عبوس خیلی بدم میاد تا یک چاق فعال، تا یک چاق پر از فعالیت و پر از بامزدگی. آره دیگه، یا مثلا مثل این که تو حالا هر چی نظرت باشه، از نظر من مثلا شروالای چیزلی تنگ باسه مردا زشته. حالا تو بیا به من بگو نرگسش به من پاشو حرفم وایسادم، من واسه میتونم بهونه واقعا زشته. خب بابا زنونه است، چسبیده به هیچ چی رو میخوای نشون. شلوار ریخ. اگه اینجوریه اجازه بده من برم شلوارم عوض کنم بعد به ادامه بحث میپردازم. بقم یاد به قرآن قسم نمیتونم ببینم. آدم دلش میخواد بدزدشون. بابا میگم من پس اجازه بدین من برم شلوارم عوض کنم الان به ادامه بحث میپردازم. من که دخترم شبه چسب نمیپوشم. یعنی منطقتون چه میگه مثلا ساپورت پوشیدن انگار پسرا؟ نه منم واقعا خیلی خوشحالم. یه چیز بهت بگم، شما مردا که اینو میپوشید چیتون رو میخواین نشون بدید؟ ما زنا باسرنمون رو شاید بخوایم نشون بدیم، ما شاید رونامون رو بخوایم نشون بدیم، شما ها چی میخواین نشون بدید؟ دولمونو دولتون جلو زیر تیشرتیه که میخوای بپوشی یا هر چی. راست میگه، با هر منطقی که بهشون کنم نباید پوشید. دنی بیا موافقه من لنگش سیختون رو میندازیم بیرون که چیه؟ آقا یه لحظه وای من خودم آقا این ویدیو رو همه ببینن. راست میگه این ویدیو مامان باباتون میبینن. خدا شکر مادر پدرای من از همچین چیز میزی گوش نمیدن. به بابای من بگی یوتیوب میگه خودتی. چیزی؟ منظور چی بود از چیز؟ به ما گفت چیز بچه‌ها. وای اگر شما موافقید ما چیزیم حتما لایک کنید. اگه به نظرتون حرف نرگس درسته یک رو بنویسید، اگه غلطه بازم یک رو بنویسید، چون در هر دو صورت نظرتون مهم نیست. اگه نظرتون اشتباه نگاه چقدر نمک مخاطب براش مهم نیست. اگه واقعا شما تا اینجای بحث من پوره داستان سیناه بعد بهت بگم که من حاضرم منفور باشم. حالا دیگه آره. ولی دنی یه سوال بفهم. دنی نه من سینام. نگاه من سینام. دنی جانم خوشم میاد همه طرف خوشم میاد. دنی نه آخه من میزنم مثل دنی. من 3 سال پیش بهش دنی گفتم، امسالم بهش میگم پارسال چه آیندهم میگم، پس فردا بهش میگم پارسال بهار دسته جمعی رفته بودیم. من با یه سری از رفیقام یکی دو تا از رفیقام زمان چند سال پیش زمان مدرسه با هم آشنا شدیم، بعد همه منو ادیب صدا میکردن. بعد این همه سال، چون فامیلیم ادیب پویا همچین چیزی، بعد این همه سال هنوزم منو ادیب صدا میکنن و رفیقاشون که متصل شدن به من اونا هم منو مهدی صدا نمیکنن دیگه، همیشه ادیبم. میگن آقای ادیب. بسیار جالب. واسه من دنی هیچ وقت سینا نمیشه. سینا خیلی بده رو زبونم نمیشه. وقتی در مورد دنی صحبت میکنی اونایی که میبینن میگن وای دنی کیه، میدونی؟ حالا از این بحثا بگذاریم. یه اتفاق خیلی قشنگ داره میفته. الان خواستم سوال بپرسم. آخه میخوام همینو بگم. الان 58 دقیقه است داریم ضبط میکنیم و 2 دقیقه دیگه به 1 ساعت میرسیم. به 1 ساعت که رسیدیم من ویدیو رو میخوام آف کنم. بسیار جالب. همین الانم 30 ثانیه‌اش رفت. این اولین برداشتمون بود دیگه. اساتیدی که میخوان حضور داشته باشن میتونن بیان بگن، بحثای جالب تری بندازیم وسط و لینک اینجا هم تو دیسکریپشن هست. داد نزنید روانیا. لینک دیسکورد اینجا داخل دیسکریپشن هست و عرضم به حضورتون که همین. من جمله آخری ندارم واسه گفتن. شما چی؟ نرگس تو؟ من چیزی نمیدونم بگم، ولی فقط میتونم بگم که بچه‌ها اینجا گلن و ما
خیلی در مورد خیلی موضوع ها بحث میکنیم، سعی میکنیم یه نقطه مشترک با همدیگه پیدا بکنیم، یا نظرهای همدیگه رو بشنویم یا باهاشون هماهنگی کنیم یا درکشون کنیم و شاید هم بهشون یه نظر اضافه کنیم. این دوستان رو شامل مشاوره خانواده، طلاق، ازدواج، آره چرا که نه، مشاوره کودک، مشاوره نوجوان، آفیلیودویو. خب من 4 تا شوهر داشتم، 5 تا هم بچه دارم، هر مشکلی داشتم. چرا وسط حل تارا جمله آخر گفتم دیگه این سال شامل مشاوره‌های خانواده نداشت کنیم. خانواده یعنی چی خانواده؟ آقای مهدی اینا رو نگاه، جملات آخر. خب امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگه تا اینجا موندی ازت ممنونم. بیا از این کلمات جمله های یوتیوبرای بذار جملهش تموم شه. بابا بذار این جملهش تموم شه. من تو این ویدیو سالم چیز مظلوم بودم، بعد من میپریدم اصلا حرف کسی پدرمو در میآورید. الان چرا شما میپرید اصلا حرف من و دنی و نرگس و تارا؟ چون تو پسری. خیلی ساده است، چون تو پسری. ولی چیز دیگه هم بگم به این کسی که میخوان گوش بدن، به خدا قسم ببینم یه کسی داره به فارسی میخنده، به قرآن قسم پارت فکر میکنی؟ خودت هم چیزی فکر میکنی؟ من نمیدونم، فقط ببینم یه کسی بخنده یا بگم نفر برنامه دیگر. خدا یه برنامه نگهدار. خدا نگهدار. پاره کنکشا